زندگی در افغانستان بعد از 3 دهه جنگ و ناامنی به اطمینان رو به پیشرفت است. زیربناسازی، تحصیل، روابط ترانسپورتی و امور دولتی روزانه ترقی می نمایند تا زندگی بهتر برای همه افغانها ایجاد نمایند. آیسف مردم و حکومت افغانستان را در عرصه‌های مختلف حمایت می کند. فعالیت‌های بازسازی و ترقی در سرتاسر افغانستان توسط تیم‌های بازسازی ولایتی اداره می شود که مفاد بیشتر آن برای مردم عام می رسد. رشد ظرفیت در نیروهای امنیت ملی افغانستان یکی از امور مهم دیگری می باشد که توسط آیسف انجام می یابد. این کمک نیروهای امنیت ملی افغانستان را قادر به خدمت نمودن به افغانستان و مردم آن می سازد. هوای آیسف در حالات اضطراری مانند ماه‌های سرد زمستان برای آن افغان‌هایی که نیاز به کمک دارند در ارائه کمک به آنها همکاری می نماید. خانم‌ها و آقایان از 40 کشور جهان برای کمک مردم افغان در وقت ضرورت آنها فامیل‌ها و دوستایشان را ترک کرده به افغانستان آمدند. آیسف به فرهنگ و عنعنات افغان‌ها احترام قائل است. آیسف در اینجا برای کمک آمده است.